دیدار پرزیدنت‌های تاجیکستان و ترکمنستان در دوشنبه. کمیته دفاع از خبرنگاران خواستار آزادی روزنامه‌نگاران تاجیک شد. تاجیکستان می‌خواهد از بانک رشد آسیا باز هم قرض گیرد. کشته شدن معاون سرکرده شاخه خراسانی داعش در افغانستان. طی سفری رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان و دیدار رؤسای جمهوری دو کشور 23 حجت به امضا رسیده است. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، سران دو کشور مسائل وسیع از روابط دو کشور را مورد بررسی قرار دادند و همچنین طی این دیدار بالای مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی تمرکز کردند. گفته می شود طی این دیدار امامعلی الرحمن رابطه سیاسی دائمی این دو کشور در سطح بالا و توسعه روابط تاجیکستان و ترکمنستان را مهم ارزیابی کرده است. منبع میگوید سفر سردار بردمحمدوف به تاجیکستان تضمین برای شروع یک نبض جدید در روابط این دو کشور است. در این ضمن امامعلی الرحمن با یادآوری از روابط مشترک دوشنبه و اشقابات در طول سالهای گذشته گفته است در بعضی از ساحات مناسبات دو کشور رشد کرده به نتایج نظررس رسیده اند. در این دیدار همچنین استفاده از امکانات حمل و نقل ترکمنستان از طرف تاجیکستان مورد توجه جانبها قرار گرفته است. این در حالی است که در سال 2019 ترکمنستان در راه وسایل حمل و نقل تاجیکستان خلل ایجاد کرد و این راه حمل و نقل به تاجیکستان از طریق خاکش را بست. مقامات تاجیکستان در رابطه با شرح بیشتر این اقدام ترکمنستان اظهار به اطلاعی می کردند، در حالی که به گفته منابع غیر رسمی اشقابات بر پایه دست کشیدن دوشنبه در جهت ساخت و ساز راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان از این گونه اقدامات کار گرفته است. در سال 2013 زمانی که روابط تاجیکستان و ازبکستان سرد بود، میان تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان یادداشت تفاهمی برای ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان به امضا رسید. سال 2014 قربانگلی بردمحمدوف، حامد کرزی و امامعلی الرحمن پرزیدنت‌های سه کشور به ساختمان این راه آهن در ترکمنستان اساس گذاشتند. اما پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان، روابط دوشنبه و تاشکند رو به بهبودی نهاد که تاجیکستان دیگر به ساخت و ساز این راه آهن توجه ظاهر نکرد. کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر خواستار رهایی خبرنگار خورشید فاضلوف از بازداشتگاه شده است. به اطلاع رادیوی آزادی، این سازمان واقع در نیویورک گفته است در برابر خورشید فاضلوف باید دیگر بلاگران و روزنامه‌نگاران زندانی در تاجیکستان نیز آزاد شوند. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است هفته روان از بازداشت خورشید فاضلوف با اتهام دروغین عضویت در گروه‌های افراطی 2 ماه گذشت. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف مأموران امنیتی در شهر پنجاکند دستگیر شد. او با عضویت در سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان متهم می شود که این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خورشید فاضلوف اتهامات وارده از سوی مقامات تاجیکستان را تکذیب و در قبال این از بازداشت خودسرانه، رعایت نشدن دخل‌ناپذیری شخصی و اعتراف مجبوری به دادستان ولایت سوغد شکایت کرده است. از ماه می سال گذشته تا آغاز امسال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. چند سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای بازداشت خبرنگاران تنقید کرده آزادی آنها را خواستند، اما تا حال در این خصوص هیچ پاسخی از جانب دوشنبه رسمی دریافت نکرده اند. مقامات تاجیکستان از بانک رشد آسیا خواسته‌اند تا شیوه کمکش به کشور را بازنگری کند. یوگنی ژوکوف، مدیر کلی بانک رشد آسیا، در صحبت با خبرگزاری از پیروز گفته است تاجیکستان می‌خواهد شیوه ارائه کمک مالی به کشور از سوی این بانک تغییر یابد. به گفته مدیر کلی این بانک، در حال حاضر بانک رشد آسیا به تاجیکستان تنها گرانت می‌دهد که در حال حاضر تغییر یافتن شیوه کمک مالی این بانک دوشنبه حق دریافت قرض از آن را پیدا می‌کند. این مقام بانک گفته است مقامات تاجیکستان هم برای آن خواستار تغییر شیوه کمک مالی این بانک هستند که امکان دریافت قرض از بانک رشد آسیا را داشته باشند.
گفته می شود فعلا کمک های بانک رشد آسیا به تاجیکستان به صورت محدود ارائه می شوند. در همین حال یوگنی ژوکوف گفته است بانک رشد آسیا بر اساس تحلیل مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درباره استواری قرض خارجی کشورها کمک مالی ارائه می کند. از این رو به گفته او اگر کاهش قرض در برابر مجموع محصولات داخلی مشاهده شود، در آینده نزدیک شیوه ارائه کمک مالی مورد بازنگری قرار می گیرد. باید گفت از سال 2018 به این سو بانک رشد آسیا تاجیکستان را کمک بی بازگشت می کند و این هم به قرض خارجی زیاد کشور مرتبط دانسته می شود. این هم در حالی است که به اطلاع وزارت مالیه قرض دولتی تاجیکستان در برابر مجموع محصولات داخلی از 50% سال 2020 به 33.3% در سال 2023 رسیده است. به اطلاع منابع رسمی قرض خارجی تاجیکستان تا 1 ژانویه سال 2023 3 میلیارد و 288 میلیون 300 هزار دلار گفته می شد که برابر به 25.8% مجموع محصولات داخلی کشور است. همچنین منابع رسمی میگویند در سال گذشته قرض خارجی تاجیکستان به میزان بیش از 15 میلیون دلار کاهش یافته و مجموع محصولات داخلی رشد 8% داشته است. حالان که عده‌ای از کارشناسان در رابطه با رشد 8% مجموعی محصولات داخلی کشور شک دارند، زیرا میگویند رشد مجموعی محصولات داخلی کشورهای پیشرفته‌تر از تاجیکستان از 4% در سال بیشتر اعلام نمی شود. معاون سرکرده بخش گروه تروریستی داعش در افغانستان کشته شده است. خبرگزاری پارسودی ایران با استناد به رسانه‌های وابسته به طالبان می‌نویسد انجینیر عمر معاون سرکرده شاخه خراسانی داعش در ولایت کابل کشته شده است. منبع می‌نویسد این اتفاق در پی عملیات نظامی ویژه نیروهای طالبان در نواحی شکردره و بگرامی ولایت کابل اتفاق افتاده است. به اطلاع منبع انجینیر عمر سال 2017 به دولت اسلامی عراق و شام پیوسته بود. وی در ابتدا سرپرستی داعش در ولایت کابل را به ذمه داشت. پس از این مسئولیت حوزه مرکزی این گروه را به عهده گرفت و سپس معاون ثناءالله غفاری معروف به شهاب مهاجر سرکرده شاخه خراسانی دولت اسلامی عراق و شام تعیین شد. منبع می‌نویسد تا حال شاخه خراسانی داعش این خبر را تایید نکرده است. رسانه‌ای شدن این خبر در حالی است طالبان نزد جامعه جهانی تعهد داده است که از هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان به منظور تهدید به دیگر کشورها استفاده نمی کند.